وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه 21 ثور برابر با 12 می پایان وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغانی مقیم امریکا را اعلام کرد. کریستینوم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت که شرایط افغانستان را بررسی کرده اند و این افغان‌های با جد معیارهای لازم برای حفظ وضعیت حفاظت موقت نیستند. او افزوده است که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور در حال ثبات است. خانم نوم گفته که وضعیت حفاظت موقت برای افغانها در آمریکا در 20 ماه می پایان می‌یابد و لغو آن از تاریخ 12 جولای اجرا می شود. برنامه وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان خارجی که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیر عادی نمی‌توانند به کشور خود برگردند در نظر گرفته شده است. در بیانیه‌ای به نقل از وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمده است که لغو وضعیت حفاظت موقت به منافع ملی ایالات متحده است. ویندایر در بیانیه‌ای افزود که افغانستان همچنان تحت حاکمیت طالبان قرار دارد و در آن هیچ نظام پناهندگی فعال وجود ندارد. رئیس سازمان افغانیو گفته است که آنچه حکومت آمریکای امروز انجام داده به گفته او خیانت به کسانی است که زندگی خود را برای آمریکا به خطر انداختند. در آمریکا زندگی نو ساختند و به وعده های ما باور کردند.